ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال اولوی ما. چخیلی که میبینید امروز ویدیوی ما از انا میخیل آینشایی سر میشود. راستی گپ این ویدیوی پیشی نبود و من خواستم به شما نشان دهم. این دومی ویدیوی پیشینه یعنی تازه کردن خانه ها پیش از عید بود. راستی گپ ویدیو رو پرتافتن نتوانستم. انا میخیل آینه ها رو شسته تازه کردیم، خانه ها رو شسته تازه کردیم. چه خیلی که شما میبینید. رحمت دخترا که ما رو تماشا میکنید، کامنتاری ها می نویسید، سخن های نغز می نویسید. خداوند از هر یکی شما راضی باشد. و اون کسانی که تازه به کانال ما پیوست شدند خوش آمدید میگویم. و با اون کسانی که ویدیوی ما رو تماشا میکنند و آبونه نشدند احترامانه خواهش میکنم که آبونه شوند. امیدوارم ویدیوهای نغز و نو در پیش است. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست. این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست. این شهر بزرگ است ولی نیست دوشنبه. این شهر بزرگ است ولی نیست دوشنبه. مسکو و دلاویزی خطلانی کوهن نیست. مسکو و دلاویزی خطلانی کوهن نیست. آوارگی
دردست کی همتاش در این دیر کوهن نیست دردست کی همتاش در این دیر کوهن نیست دردست کی همتاش در این دیر کوهن نیست مسکا به دل آویزی خطلان کوهن نیست چشما بیوین گسو تیلایی این دختری چشما بیوین گسو تیلایی تناز سیاه چشم چوم شوقه من نیست تناز سیاه چشم چوم شوقه من نیست آوارم و خسته و سرگشته و حیران آوارم و خسته و سرگشته و حیران هر جا که روم هیچ کجا خانه من نیست هر جا که روم هیچ کجا خانه من نیست هر جا که روم هیچ کجا خانه من نیست ناز سیاه چشم چون شوقه من نیست این خانه قشنگ است این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست این خاک فیره باست ولی خاکی وطن نیست. شکرانه خداوند که ما آمده رسیدیم به شهر گورنو-آلتایسک. اینجا بهت شهری زیبا است، باد و هوایی خیلی تازه دارد. کوههایش اینجا سرکوه است و باد و هوایش به تاجیکستان مانند است، لیکن البته به وطن برابر شده نمیتواند. با من باشید دوستان تا آخری ویدیو تماشا کنید. چخیلی که میبینید من در روزی زادروز جیانچم آمدم. جیانچم 5 ساله شد، خدا به شکر. زادروزش رو جشن گرفته ایستاده ایم. خداوند خوشبخت باشد، خوشبختی های دنیا نصیبش گردد، به توفیق و به انصاف شود. در اینجا دسترخوان رو ینگم آراستند. اکنون تورت را میبریم.
در همین جا влог امروزه رو با آخر میرسونیم. خیر دوستان، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید. خداوند یار و قرآن مددگارتون باد.